ذهنتون رو بیارید به لحظه الان، زمان حال. فقط تمرکز کنید روی همین زمان حال که میخواید ورزش کنید، به هیچ چیز دیگه فکر نکنید. از همینجا با چشای بسته برید حالت چارپوز، دستتون رو بکشید، سرتون رو زمین بزنید، چشاتون رو باز کنید، دستتون به سمت بالا و بالاتر بکشید، پیشونیتون روی زمین باشه. دستتون رو که خودتون بکشید بالاتر، میخوام ستون فقراتتون کشیده بشه. از اینجا با دستم قدم میزنم به سمت راست، پیشونی روی زمینه، پهلو کشیده میشه، پهلوی چپ هم کشیده میشه. خودتون از قصد بیشتر پهلوتون رو بکشید، قوسی به پهلوتون بدین که بیشتر کشیده بشه. از همینجا قدم میزنم میرم سمت چپ، پهلوی راستم کشیده میشه. خودتون قوس پهلوتون رو بیشتر کنید. یه بار دیگه پهلوی راست، پهلوی چپ. میام وسط، یه بار دیگه دستم رو سمت بالا کشیده میشه. همینجور دستم رو فشار میدم، میام روی تیبل تاپ. دستام زیر شونه هامه، پاهام زیر لگنم، یعنی حواست باشه که این زانو زیر لگنه، چشمی دستام همدیگه رو میبینه، کت اند کاو. کت اند کاوتون خیلی عمیق برید. دم، کت، کاو، بازدم. دم، بازدم، دم، بازدم، یه دونه دیگه دم، بازدم. از اینجا دست راستم به بیرون باز میشه، دستشم رو میکشم بالا، میام پایین، دست راستم به بیرونه، پیشونی رو به زمین نزدیک میکنم، میام بالا، دم، بازدم. به این حرکت میگن ترد the needle. دستام قشنگ بچه‌ها حالت پوینت داره، دستام اکتیوه قشنگ. از اینجا دیگه سرتون زمین نکنید، نزدیک زمین میکنی، فشار رو دست قشنگ تمام، مثل حالت پوشاپ میخواد برید، کف دستتون زمین باز کن، بچسبون اینجوری. بالا، دم، دو تا دیگه، بازدم، دم، بازدم. آره، آخریش بمون اینجا، آخریش بمون، صورت هم نزدیک زمینه، آرنجم خم به سمت بیرون. یه دم بازدم دیگه، بیا وسط، یه چارپوز کوتاه، دستتو بذار تو کمرت، روی همدیگه، بیا بالا. دوباره این دفعه دست راست رو باز میکنم، نه شکمم منقبضه، فشارم روی دستی که روی زمینه، میخوام از قصد روی دست فشار بدم.
خب بمونید دست رو زمین انقدر روش فشاره که ممکن است بلرزه. بیا وسط یه چارکوز، دست توی کمرت. بیا بالا. از اینجا میخوام دو تا دست تو زمین باشه. خودتو بیاری بالا. کار خاصی نمیخوام بکنی. نزدیک زمین بالا، نزدیک زمین بالا، نزدیک زمین بالا. هر دفعه داری میای بالا خودت سینه‌تو یه کوچولو، نه خیلی زیاد. نه؟ آره. برو پایین، نزدیک زمین بالا. عالی. ازم عضلای دستتون نرمنده. واقعا نمیدونم چیکار داری می‌کنی ولی همین کاری تو داری. نفس بکش. این شونه‌هاتو از گردنت دور کن. سه تا دیگه. 1 2 3. بالای سومی بالا بمون. بالا یه ذره سینه‌تو بیشتر بکش تو. نفس بکش. 5. شکمم توه. شکمم منقبضه. 4 3 2 1. آروم زانوتو بذار یه سجده. اگه دستتون خسته بوده بذارید توی کمرتون. که برنامه حواس خود هفته ژانویه توی طولومه. ببینم چیکار می‌کنم. طولوم من رفتم. به خودم خیلی میدونم همه برنامه‌های خفن طولوم توی ژانویه است. خب تو ژانویه رفت نمی‌کنم. نه ولی من اینجوری نمی‌کنم. تو من گیر میدی آخرسو. بچه یه لحظه گوش بدید. این حرکت رو اگه نمیتونید تعادلتون رو رعایت کنید، خب هر سری میاید پایین. خب یا میتونید پاهاتون رو اینجوری بزنید. پس اگه من روی این دوتا پام نتونستم بلند شم، پامو اینجوری میذارم یا من حرکت رو میگم هر سری میام پایین دوباره میرم بالا. خب اگه میتونید دوتا پاتون رو هم دیگه دستم بازه به سمت بالا، شکمم منقبضه، میام پایین. همون سوزن نخو روی ساعد میرم. اگه فکر میکنید میافتید حالت دوم پاتون باز بذارید. بیا پایین. بدنت صاف نیستش. بدنت رو اول توی خط کن. صاف. یه ذره جلوتر، واسطی جلوتر. باید توی یه خط باشی. بیا تو پهلو. اینو باید بری بالا. اگه نمیتونی بری بالا یه پاتو جلو بذار یه پات عقب. بیا بالا. اینو نگه دار. شکم منقبض. این پاتو لبه بیرونیشو بذار اومد که آفرین. نفس بگیر. دستتو مبینا من یه دستشو رو رفته نمیدونم باید اصلا. هر سری اگه اذیت میشی میای پایین با سنتو میذاری رو زمین دوباره میری بالا. اینم پیچت میخوام پیچ بدیم. قشنگ پیچ بدیم. شما درست میری در خیلی تو میخوام بگیم. عوض نمیم. باش.
ببینید بالا در میگیرید. قشنگ هیچ آفرین. حواستون که باید بگرد. پاس نزید جلو. صاف. حالا برو بالا. زانوت گفت پا کشیده. عالی. بازم. تمرین کن. خیلی زیاده. آره اون دستتون اصلا این حرکت فولبادیه. به خاطر اینکه همیشه در این میکشه شما سه دیگه برو شما فرمون عوض کن. سه تا خیلی میکنم. بسن بازه دم بازم گوشی کلاس جواب نمیدید عزیزم. حواستون به امت میشه به جواباتی که میخواید برید در طول ساعت ورزشتون ذهنتون میره سمت چیزای دیگه. توم و بیروشی همونجوری که سجده بودید بیاید بالا، دستان رو زمینه، پاهم رو زمین، با پا بازی کن، پشت پاتو گرد کن، سینم رو میکشم تو. پرسنی با شکم رو میخوام به پاهام بدونم نزدیکتر کنم. دم بازم تو درست کن، دم عمیق بازم. حالا دو پامو خم میکنم، شکم رو میکشم نزدیک رونم. حالا سعی میکنم پامو به زمین برسونم. اینجا بمون، حالا پاتو به زمین برسون. نه کف پاتو به زمین برسون. آها، اینو بکش تو. دوباره خم کن. حالا پاتو به زمین برسون. آفرین. خم کن. اینجا نگه دار، پاتو به زمین برسون. آفرین. یکی دیگه. پای راستم رو میبرم بالا، میارم جلو، پای چپ. آرتاناسانا، اوتاناسانا.
چاترانگا. سگ سر بالا، سگ سر پایین. پامو به زمین میرسونم، سینه‌ام توی 5 تا نفس میمونم. پای چپ بالا، جلو، پای راست، پشتم صافه، پایین، دم، باز دم، دم، باز دم، دم، باز دم. پای چپ عقب، چاترانگا، سگ سر بالا، سگ سر پایین. 5 تا نفس می‌گیرم، سینه‌ام توه، گردن نکش تو، سینه بکش. پای چپ بالا، پاتو می‌خوای بیاری بالا، خم نکن. پاتو بذار زمین، ببر منوش بیار. پای چپ بالا، حالا خمش می‌کنم میبرم جلو. پای راست، آرثا اوتاناسانا، پشت صاف کن. بیا بالا، آرثا اوتاناسانا، اینو بده تو. صاف شونه بده عقب. اوتاناسانا، دم بالا، دستم اکتیوه، بازدم، ست بعدی. دم، دم، بازدم، دم، بازدم. دستم زمینه، پای راست عقب، پای چپ عقب، چاترانگا، سگ سر بالا، سگ سر پایین. 5 تا نفس. اینو بده تو، اینجا بده تو. دستات خم نشه، دستم صاف. اینجا رو نگاه کن، اینجوری مثل خلده، بازم که بسرم خوی خلده است. پای راست جلو، پای چپ، آرثا اوتاناسانا، اورتوا هاستاسانا، بازدم، دم، بمونید، دم، بمونید. پات جمع، بمون. شکم توه، این بودیو بگیر، میخوام اینو درست کنم. این بودیو بگیر، اینجا رو پر کن. نه، اینو بده تو. باسنم نکن. باسنم عقبه، ولی اینجا صافه. اینجوری میکنی. این دست. دست برم نچسبیده باشه. دم، بازم، دستم میذارم رو زمین، میام روی نوک پنجه پام. نمیخوام پرش خیلی خفن انجام بدیم. میام نوک پنجه پام، شونه‌هامو میبرم جلو، میپرم عقب. آفرین. چاترانگا، سگ سر بالا، سگ سر پایین. پای راست بالا، جلو، واریر 1. بمون. نزدیک بندازی پای جلوی. پاتو نزدیکتر کنی در عقبتو. پات رو زمینه کامل. توی شیبه. پای نهروشو نگاه کن. روی پای جلویی خم میشی. از اینجا آجرم رو برمیدارم، میذارم جلو پام. خب همینجوری که وارد
واریری 1 هستم. وزنم رو میندازم روی پای جلویی. آجرم چه صدایی؟ آجرم میذارم جلو. پای پشتی رو میارم تو راستای بدنم بالا. آرمان چند تا راستم. یه لحظه منو نگاه کنید بچه‌ها. این واریر 1. خب از اینجا وزنم می‌ذارم روی پای جلویی. این دستم رو میارم روی آجر. قشنگ صاف میشید به سمت آینه. نفس بگیرید. نفستون ممکنه حبس بشه یه ذره. این بازنتون بچرخون به سمت اینجا. پات پوینت بچه پای پوینتتون از اون منقبضتون خیلی کمک میکنه حرکتو خوب به نفس بکش. بازنت بچرخه. آهان. پات پوینت بالا. این بچرخون. این بهترین نخوره بازنت. پاتو بیا بالا میام. یه دم بازن دیگه. از همینجا پامو دوباره میذارم عقب. های لانج. دستم میذارم زمین. پام میره عقب. چاکرام رو سری سر بالا. سری سر پایین. پای چپ بالا. پای چپ جلو. واریر 1. نفس بگیرید. پاتو یه ذره تو اوری ببر. یه کوچولو. آها این درسته. نفس بگیرید. این بچسبون بیشتر زمین. دستام رو به هم اکتیو. این آرنجات شل نباشه. پا جلو بود. پای چپ. خب از اینجا آجرم جلوه. وزنم رو شیفت میدم رو پای جلویی. آجرم رو میذارم زیر دستم. خیلی زیاده. یه کوچولو تمرکزتون بره نمیتونی انجام بدید. آجر رو بزنی برتر. سمت پنجره. آها. اینو بده تو. پات پوینت. بله. آها پوینت. عالی. بمون. نفس بگیر. یه طرف بچه‌ها همیشه تعادلش از یک طرف بهتره. اگه با یه سمتتون نمیتونی برید نگران نباشید. تمرکز کن. شکمتون منقبض باشه. تمرکز کن بذار فقط پاتو بیاری بالا. دستتون نمیخواد باز کنید. آها. اینو نگه دار. اگه دستتون بری بالا تعادل به هم میخوره نبر. یه دم بازن دیگه. مهنوشتای بر نگه دار. نگه دار. باید دو طرفتون تمرین کنید. سینه رو بده بیرون‌تر. پاتو بذار عقب. پا عقب. لانگ. چاکرانگا. سری سر بالا. سری سر پایین. 5 تا نفس بمونید. آفرین خیلی سری سر پایین خوب شده. ممکنه بیشتر بکشید. آفرین. 5 نفس. پای چپ بالا. بذار جلو. پای راست. کنارش. آرزواناسانا. پشتتون صاف. اوتاناسانا. پایین. دم. بالا. بازدم. نماسته.
بچه‌ها؟ از همینجا بشینید. چند تا حرکت شکمی انجام میدیم به خاطر اینکه گفتن امروز میخوایم پدسن کار کنیم، هم دستتون هم شکمتون باید راه بیفته. خب پاتون رو صاف کنید. بذارید حرکت رو از اولش خوشگل بدید. شما آهنگ رو بشید از این ایرشی گوشی بچید. کدومش؟ چه آهنگی رو پخش شده دقیقا؟ فقط مشکلتون بود. دستم میزنم به سمت باسنم. خب پاهای جلویی پوینته. ما این کار میکنیم پشتی دارم چی میگن چاپا بچه تمام عضله های روی پای من منقبض زانو قفله. خب ما یه حرکاتی واسه شکم میریم که توی سری قسمتش دستم پا از اینجا میام بالا سقف رو نگاه میکنم. فشار روی دستمه، روی شکمم خیلی فشار، شکمم منقبضه برای پاشم. پا چسبیده باسنتون منقبض کن بکش بالا. گردنتون رو منقبض نکنید. گردنتون هیچ حرکتی منقبض نیست. دم بگیرید با آدمای عمیق. نه ببینید گردن رو اینجاست. ببین این دو تا حرکته. توی یوگا یه سری حرکتش هستش که میان بالا اینجوری میکنن، ولی من اونو نمیخوام برید. من میخوام در راستای سکوت فقراتتون باشه. بیا بالا. خب از اینجا یه کوچولو آرنج تو خم کن، صاف کن. یه کوچولو خم صاف. 10 9 8 5 برگشتم مبله رو کرد 5 6 5 4 شکم نهید پایین مبله دست نمه فقط 3 2 1 بیا پایین آروم پایین دماغ نفستو حبس چشم دیگه نشد؟ سیاش داری؟ چند تا چیزی میدونم چیزی میزنی؟ بالا میزنی؟ بچه ها خوبی؟ سر دوم درخواهش میتونم بریم. پاها کلش منقبضه، انگشته پوینت میام بالا. آرنجم یه ذره خم میشه صاف میشه. خم صاف با سر پایین نمید اینجا آرنج خم میشه. این بالا میمونه. نفسی هم حبس نکن چون گردنت رو حواست باشه. گردنم تو راستش میکنم. 5 4 3 2 1 بیایید پایین. پاتون یه بار جمع کنید. خودتون بغل کنید. سرتون بزنید زانوهاتون. کی گریه کرد؟ خب بچه از همینجا زیر پا میگیرم میخوام پامو یه تو زاویه 90 درجه. اگه میخواد بلند نشم خواهش میکنم حرکاتو درست انجام میام تو زاویه 90 درجه. خب از اینجا که اومد تو زاویه 90 درجه پای راست صاف، پای چپ صاف، پای راست. پشت پاتون گرمه، برای همین زیاد من گرم نمیکنم. دو تا پا صاف، 2 تا پا پوینت. پای شل نمیرم. پوینت خم 90 درجه صاف خم صاف زانو گفت نگهدار زانو گفت دستم کنار بدن دیگه. من میخواستم کنم بالا شما رو ببینم پامو گرفتم. دستم کنار بدنمه. پاهم صافه. از اینجا یک کوچولو میره زاویه 45 درجه میاد بالا. 45 درجه
صاف و کشیده. نفس بگیرید. شکم منقبضه بچه عضلات شکمتون باش. پاس قفله. زانو قفل. نمی‌تونم دستم بازی بازنه. باسن درگیره کجا درگیره؟ کمر در صورتی که کمر درگیره باسن رو بذار. علیه من اذیت نکن. زانو صاف. زیاد هم پایین نیار پاتو اگه فشار. زانو صاف. گردنتون جوری نکنید روش. درست. 5 4 3 2 1. خب یک پایین نگه دار تو زاویه 45 درجه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. پاتو جمع کن. کمرتو رو زمین ماساژ بده. با یه گهواره بیا بالا. در آرنج تو بذار رو زمین. پاهاتو خم کن. نوک پنجه پات رو زمینه. از اینجا پاتو رو بر جلوتر به باسن نچسبون. جلو. پای راست صاف. پای چپ صاف. پای راست چپ. پشت پاتون گرمه. اونجوری صاف نکن مبینم. من شما تو آینه میبینم. اینجوری نکن. پا زانوها کنار همدیگه است. پاهات زانوها کنار همدیگه است. همینجا صاف میشه. زانوام اصلا باز و بسته نمیشه. زانوام بالا پایین نمیشه. یعنی دو تا زانو کنار همدیگه است. پام پوینت. آهان. از اینجا دوتایی با هم. پا پوینت. من انگشتم اونجای پا میگیره وقتی انگشتم بردم. یه فلکس شدیدی بکن. آزاد میکنه. پوینت. خب از اینجا بیا بالا رو کف دسته. پاهات رو جلوتر. قشنگ فلکسشون آزاد میشه. اینجاست دیگه. میگیره. اونو برای من میگیره. پاهات رو بر جلوتر. خب دستم عقبه. پشت باسنمه. از اینجا میخوام دو تا پا رو صاف کنی. خب دست عقبه پاها جلوتر روی پنجه پا صاف کن. گردنتون الان رو شونه هم پایینه. از اینجا سه تا دیگه برید. مسخره کردم. یکی از اونجا دارم نگاه میکنم که یکی در ناشم تشکیل گرفتم. 3 2 1. خب بیاید وسط. بچه پاهام پوینته. زیر پاهم گرفتم. خب پام صاف میشه. خم میشه. صاف. پشت هم صاف. نفس بگیر. چشات هم نرم. به هیچ عنوان متوجه چشم نمیبریم چون برای سرگیجه میگیریم. نه فقط توی یوگا کنم، تو هیچ ورزشی چشم نرم. پام صاف. از اینجا دستم نگه میدم کنار پام صاف. عقب نرو. خیلی کم شاید عقب برید ولی نمیری پایین. نفس. 5 4 3 2 1. حالا جمع کن. سریع رو بردم. این حرکت هستش نوازمانه هستش. خب الان دیگه آماده هستی؟ میتونی هرزن تمرین کنی. مگه راهن رو شکم آجا پامه؟ چی؟ مگه دست شکم نه پام هستش. ببین کلا دست شکم عضله اصلیشه. پام خیلی دسته چون وقتی هرزن
باشه و گرم باشه که بتونی تعادل تو پدسن نگه داری. خب ما پدسن رو به شما درس دادیم. شما هم سه پایه تمرین میکنی هم پدسن یه پایه. خب هم آره کنه دیوار بیار. الان سه پایه رو میخوام درس دادم به مبینا. رو نگاه کن. دستم باز میشه، سرم میزنم اینجا، دو تا دستم میره جای آرنجم. متوجه شدی؟ اولش اینجوری، دو، یک، دو، سه، چهار. فهمیدی؟ خب یک، دو، سه، چهار. از اینجا میام بالا، راه میرم قدم میزنم، پای راست و چپم میذارم پشت پامو نگاه کنید بچه‌ها چقدر محیط بودن انگشتا مهمه توی تعادلتون. از اینجا پای راستم میکشم بالا، اگه میتونم میچسبونمش به دیوار، پای چپم میبرم بالا. الان زیر میزنم تعادلم نمیخوره. پس یه پاتون بری بالا. اگه استرس میگیری که حس میکنی به دیوار پشت اعتماد نداری، سرتون یه جوری تنظیم میکنی که میای بالا پشتت بچسبه به دیوار. نگاه کن پشت من چسبید به دیوار. پای راستم کشیدم بالا، پای چپم دو تا پام بالا. هر جا که احساس کردم تعادلم اوکیه، پامو جدا میکنم میمونم. برای کسی که همین نمیتونه بره فشار روی سرت بده، ولی توی این حرکت آفرین توی این حرکت باید پشتی بریزی روی دستات. خیلی مهمه. ببین دستات به طرف باز میشن. ببین نگاه کن این وقتی که توی اشکال نداره موقعی که داری میگی خب دستات 90 درجه است. میام بالا، پامو که میذارم پشت دستم، شکمم خیلی منقبضه. خیلی شکمم یک چی بود؟ یک، دو، سه، تاج سرم، چهار. آها دستات 90 درجه. پاتو بلند کن، نه پنجتو بذار مثل سگ سر کنی. بیا بالا بیا بالا بیا بالا، اینو بیا بالا، بیا رو پنجه پات. آها قدم بزن، پاتو بذار، یه پاتو بذار پشت یه دستت، یه پاتو بذار پشت یک دستت. تمرین باید بکنی. یه ذره بالا از اینکه پشتم رو میترسم. نه اصلا ببین اولش دقیقا اینجوری تو حرکت یوگا ترس خیلی زیاده. یعنی چون که واقعا ما مثلا توی هیچ ورزشی تمرین نمی‌کنیم، مثلا توی چرخ پشت تو هیچ وقت برنگه بیفتی بزنیم از این حرکت یه ترسه. تمرین که می‌کنیم تو زمین ناخودآگاه میشیم. الان همینو من نمی‌خوام تو پاتو ببری بالا، همینو تمرین کن فقط بتونی یه دونه پاتو بذاری پشت ببین نگاه کن. یک، دو، سه، چهار. نگاه
اگه زانو دور باشه زانو رو نگاه کن کجاست؟ چسبیده به مچ دستم. اینجا میام بالا، باسنم بالا، پای راست و چپ. اگه تونستم باید هر دوشو تمرین کنیم. برو قدم بزن شکم منقبضی پا جمع. عالی عالی خیلی خوبه. آفرین. پاتو ببر بالای باسن. آفرین. ضربه نزن. شکم تو پات پونت زانو قفل شکم هم توه. آها اینو نگه دار. شکمت تو باسنم منقبض. اشکال نداره. خیلی خوب بود. سپایه ببینیم. برو ببینم. ببین یه لحظه ببین فاصله سرت با دستت. یه بار برو من ببینم. 1 2 3 4. خب برو بالا. پای راست پشت بکشش پشت بالاتر از آرنجت. این زانوت باید بیاد اینجا. این نباید تکون بخوره. این منجیله بیا بالا. آها حالا یه پاتو بکش بالا. آها اینجا بیا بالا پاتو بذار اینجا. آها نگه دار. یکی با قدم بزن. واسه میخوام کمکت کنم. برو تو حرکت. اینو من اینجا. آره باید بیایش پاتو باید جمع کنی بکشی بالا پشت آرنجت. برو تو حرکت. 1 همون ترتیب. 1 شما تمرین کن. من میام بالا سر درد گرفتی؟ اوکی به سجده برو. بعدش 4 فشار بده کف دستتو. بیا بالا. قشنگ بالا. پاتو صاف کن. قدم بزن. یه پاتو بذار پشت آرنجت. اون یکی پاتو بیار بالا. پوینت بیار بالا. عالیه. همین میزنی اگر پوینت به سمت باسن جمعش میکنم. عالی. بیا پایین. یه سر ضربه نزن. اگه ضربه میزنی یک کوچولو ضربه همونی باشه که شکمتون رو منقبض کنه. همین صاف. اشکال نداره. صاف. پاهات منقبض نیست. آها این انقباض رو نگه دار که بتونی هدفسنتو نگه داری. آفرین. عالی بود. خیلی خوب بود. دست رو بذار رو هم دیگه. سجده چشتو برم چند ثانیه. عالیه. خیلی خوبه. فقط بذار چیزی بهت بگم. ببین تو این داستان گردنه این حرکت چون که فشار به سر حرکت پدسن باید حواست باشه شونه‌هاتو باید بکشی بیرون و این توی این حرکت فشار رو بندازی با اینکه رو سرت فشار هست ولی رو دستت باید فشار بندازی به محتوای گردن پدسن وارد نشه. یه مشکل دیگه که داری فشار گردن جمع. یه مشکل دیگه که داری اینه که با پاهات کم قدم میزنی. یه دست بلند شد. نگاه کن. با پاهات اینجا صاف میکنی بعد از اینجا میخواد تو بذاری. منم نمیتونم. نگاه کن. نمیتونم بذارم پشت کن. قدم میزنم
این خیلی بده. شونت رو میکشی بیرون. بعد یه اشتباه دیگه هم که داری، پات اینجاست. پای من نگاه کن. از اینجا منم نمیتونم، از اینجا میخوای بذاری نگاه کن، پا اصلا نمیرسه به آرنجه. باید قدم بزنی، بعد میزنم پشت آرنج. متوجه شدی؟ پس دو تا مشکل داشت. یکی اینکه شونه ها توی عمل می‌بینی، پاها به جذب خیلی فاصله. دست به حواست باشه. قدم بزن. عالی. عالی. حالا از اینجا یک پا تو رو بر بزن به دیوار. اصلا بزن به دیوار. نگهدار. شکم نرس. اون یکی پا تو بیار. آفرین. عالی بود. عالی پا تو. نه. باشه دیگر کشیدن کمرت. کامرم اونور. آفرین. خیلی خوب بود. برو. بذار سرت اونجا نه. سرت کجا بود؟ قشنگ ببین تو دستت. آها اونجا دستت بالاتر، دستت خیلی بوری من. خب پامو میارم بالا، با پام قدم میزنم. سرت قشنگ ببین، باید کف سرت رو زمین باشه. کف سرت پیشونیتو نذاری بزن. آها این درست شد. با پاهات قدم بزن جلو. برو جلو. پای راست بذار پشت دستت. رو آرنج نه، پشت دستت. با تو خم کن. یه با تو خم کن. کامل. بکشش پشت دستت. اشکال نداره. این حرکت خیلی طول میکشه. حرکت خیلی پیشرفته‌ایه. انتظار نداشته باش که الان توی سرت بری. اصلا چیز آسونی نیست. ولی پاتو اونجا خم میکنی، همونجا میخوای بذاری پشت دستت. نه. راه رفتی یه ذره. پاتو خم میکنی رو زمینه. پایی که خم میکنی و باید بلند کنی بذاری پشت دستت. متوجه شدی؟ از رو زمین بلندش نمیکنی. یه بار دیگه تموم کن مثلا. باشه؟ یه بار دیگه برو. سرت اشتباهه دیگه. دستت نگاه کن کجاست. اول یک رو انجام ندادی. یک خیلی مهمه. آره. اون اندازه آرنجا نباید تغییر کنه. سرت باید اینجا باشه. کف سرت. آها. دستات میره جای آرنجت. عالی. از دیوار خیلی فاصله داری ولی چون من پشتم مشکلی نداره. برو بالا. با پات قدم بزن. یه پاتو خم کن بذار پشت دستت. آفرین. بلند بذار بیار بالاتر. آها. با این داستان دسته به خاطر اینکه شونت رو اینجوری میکنی، دست کشیده میشه جلو. دست باید اینجا باشه که بتونی دست پاتو بذاری پشت. دوباره اینو نگه دار بالا دور از گوشت. دست ببر پایین. آها. اینو بالا نگه دار. بیا بالا. قدم بزن. یه پاتو بذار پشت دستت. بالا. اینو نتکون نده. اون یکی هم بذار. عالی. ببین در همین حد عالیه فعلا. برو پایین. یه سجده. بچه‌ها یه سجده طولانی.
زیاد نمیخواد خیلی صاف بکشی. آها. فقط گردنم جلو نیست، عقب نیست، گردنم رو راسته ستون فقط. یه دم بازنده دیگه. از اینجا بچه‌ها پاتون رو یه کوچولو باز کنید به جنب همینجوری که میخوام بیاری بالا. بیاری بالا، دست بازه، ستون فقط هم صافه، میپیچم تو پهلوی راست، پهلوی چپ. قشنگ پیچ بده ها، همینجور شلوشلویی نگیره. میام وسط میشینم، دستام بازه، بدون اینکه دستم بزنم زمین دوباره بلند میشه. شکم برای ستون فقط صاف، یه پیچ راست، یه پیچ چپ، وسط میشینم، دوباره یه پیچ راست، یه پیچ چپ، میشینم. حالا جمعه پاس عوض زانوش هم زانو که عدد میشه از اون دو شکل بزنیم. بچه از اینجا این بازنتون که از همه فاصله داره از یه در باش بازی کنید خب این پام که جمعه داخله دستم میزنم راحت خودم از بالا تنه پیچ میدم قص میدم دستم بزن به سرم بزن به سرم بزن به سرم روی دستم هیچ فشاری نیست این فشار فقط نمایی واسه اینکه من پیچم رو بیشتر کنم بگم خودتون در نزدیم دستتون میرم فقط فشار روی این پهلوتونه دیدم بازم دیگه جعب عوض کن روی این هم هیچ فشاری نیست اینو خم کنم از اینجوری واسه دست بزنم بیا بالا دستم بازه پیچ راست پیچ چپ راست تو نرو بروش شونه ها پایینه وسط یا پایین دم بازدم دم وسط بازدم تو پهلوی بعدی دم وسط بازدم بشین میدن پای زیاد نگهش داشتم برای همین یه دونه سریع‌تر برید بشین دیگه یک سرشان در میگیره باید چیز بزنید یه دونه دیگه بشین پاتون دراز کنید جلو پاتون دراز کنید جلو پا کشیده است دستم رو برم بالا میام روی پام قشنگ بمون ستون فرقتو بکش زانو نگاه کن زانو قفله زانو صافتر کن دم و بازی
بیاد اینجا